ریاضیات برای او یک چیز بود، مثل اینکه همین برای شناور آب در کار است، برای تیمور همین عالم ریاضیات عالم خودش بود. شخصیتی که با درک عمیق جهانی دانش و معرفت و استعداد بلند خود بار دیگر برتریت ملت تاجیک را در عرصه علم و دانش ثابت نمود. بعد از 20 سال گذشتنش ایده هایوی که همون سالها داده است، مردم تا حال دیسرتاسیون می‌نویسند. محض با کوشش تیمور صابرов دانشجویان با استعداد برای ادامه تحصیل و دانشگاه شهر ورونش فرستاده می‌شدند. اون چیزی که من از تیمور گوش کرده شنیده فهمیده گرفتم، دیگر کتاب خوندن یا یگان کسی دیگر گوش کردن حاجت نبود. 13 سال وقت داشت تیمور. در این 13 سال زیاده از 50 کار علمی در مجالات خیلی خوبه ریاضی به چوب رساند. هرچند در آن زمان اعتراف جوان روستایی تاجیک کاری سهل نبود، اما تیمور صابرов با اراده قوی و باوری به دانش و ملکه خود در میان عالمان مشهور اتحاد شوروی توانست جایگاه خود را پیدا نماید. خود کراسنوسترسک، پروف و دیگران همه وقت میگفتند که او یکی از اسطوره‌های نهایت درخشان علم تاجیک است. چند سال دیگر همین خیلی در همین با همین خیلی سرعت با همین خیلی توانایی فعالیت علمی برد، شاید خیام دوم شود. این گپی همین مرحوم پروفسور کراسنوسترسکی میباشد.